پیش بود یه ویدیو گرفتم که سحر رو پرنگ کردم، رفتم خونه مامان بزرگم که گفتم مامان بزرگم با یه موجود شیطانی در ارتباط پرنگ، یعنی سحر رو اذیت کنم. فردا چیکار کردم؟ اونو واقعی گرفتن، واقعی، همینقدر مغز ندارم من، اصلا هیچ صحبتی من ندارم. همین بچه‌ها بابا نوئل و کریسمس چیزی که در نه اینا اختراع کردن، کریسمس و اینا اختراع کردن، اصلا آمریکایی‌ها از اینا دارن اسکی میرن و اینکه من گرینچ گرفتم. چی میگن؟ اصلا چی میزنین؟ جنستون خیلی خوبه. چنل تو این بدبخت داده بشین سر جا. واقعا خیلی خجالت نباید داره. خوردی کس ببخشید. واقعا دیگه آدم چی میگن سنگم باشه حرف میاد. من هیچ بدی در حق این افراد نکردم، هیچ بدی جز خوبی کاری نکردم. خودتون عین لاشخور چسبیدین، واقعا فکشید، عین لاشخور چسبیدین تا وقتی تونستین منفعت داشته موندین.